ابابیل 5 جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه زمین ذو عارضه و شرایط جوی را دارا می باشد. پهپاد مهاجر M6 پرنده چند منظوره جهت شناسایی، مراقبت و تهاجمی جنگالپایه، قابلیت شنود الکترونیک در اقصا نقاط کشور، مجهز به بمب قائم و موشک الماس. بسیاری از نقاط ارتش ویترین ارزش‌های اسلامی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. پهپاد کرار پهپاد انتحاری آرش، پهپاد بدون محدودیت برد که برای اثبات اهداف ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پهپاد دوربردترین پهپاد انتحاری دنیاست که در انحصار کشور عزیز اسلامیمان هست. پهپاد انتحاری امین، پهپاد باور 5 امروز به فضل الهی ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای دارند. از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری پهپاد آرش، پهپاد چند منظوره ابابیل 4 جهت عملیات شناسایی و تهاجمی که قابلیت عملیات در هر گونه شرایط را دارد. پهپاد مهاجر 4 پرنده شناسایی و مراقبت در تمامی شرایط جوی. پهپاد شناسایی و آموزشی مهاجر 2. جنگ 8 ساله این ملت را آب دیده، شجاع و متکی به نفس کرده است. از بیانات گوهربار فرماندهی معظم کل قوا همکنون شاهد عبور پهپاد شناسایی و آموزشی مهاجر 2 هستیم. پهپاد یسیر، ما شاهد هستیم که نیروی دریایی یک نمایش ایمان و قدرت توامان را در طول این چند سال داده است. از فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا همکنون شاهد عبور رژه پهپادهای نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل کلام الله جایگاه و شما حضار محترم هستید. گرامی می‌داریم سال مهار تورم و رشد تولید را.